диққат! шумо ба ҳеҷ ваҷҳ дар наворҳо чизеро аз олами ғайб нахоҳед дид. танҳо барои дарк ва наздик ба тасаввур ва тафаккур кардан аз ин наворҳо истифода кардаем. аммо ҳеҷ як неъматҳои ҷаннатро наметавонем тасаввур кунем ва ҳеҷ як зарра азоби дузахро қодир ба бардошт бошем ва наметавонем тасаввур кунем. инчунин агар дар хондан ё тарҷумаи маънои қуръон хатогие карда бошем, аллоҳ моро бубахшад. сураи воқеа яъне қиёмат дар Макка нозил шудааст ва аз 96 оят иборат аст. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. إذا وقعت الواقعة ҳангоме ки воқеа барпо шавад, яъне қиёмат воқеъ шавад, ليس لوقعتها كاذبة ки воқеъ шудани онро ягон касе дурӯғгӯянда нест. خافضة رافعة қиёмат душманони Аллоҳро дар дӯзах паст кунанда аст ва дӯстони Аллоҳро дар ҷаннат баланд кунанда. إذا رجت الأرض رجا он гоҳ ки замин ба сахтӣ биларзад وبست الجبال بسا ва кӯҳҳо ба пуррагӣ реза реза карда шаванд, فكانت هباء منبثا ва чун ғуборе дар ҳаво пароканда гарданд. وكنتم أزواجا ثلاثة ва шумо эй мардум се гурӯҳ хоҳед шуд. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة пас гурӯҳи рост соҳиби ҷойҳои олиянд. чӣ хуб аст ҷойгоҳашон. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ва гурӯҳи чап соҳиби ҷойҳои пастанд. чӣ бад аст ҳолашон. والسابقون السابقون ва пешсафон сӯи хубиҳо дар дунё, онҳо пешсафон сӯи дараҷаҳо дар охират мебошанд. касоне ки дар дунё дар анҷом додани корҳои хуб пешсафанд, дар охират пеш аз ҳама вориди ҷаннат мешаванд. أولئك المقربون инҳо муқаррабони даргоҳи илоҳӣ ҳастанд, наздик карда шудагонанд дар назди Аллоҳ. في جنات النعيم дар биҳиштҳои пурнозу неъмат хоҳанд буд. ثلة من الأولين дохил мешавад ба ҷаннат гурӯҳе аз пешинёни ин уммат ва умматони дигар. وقليل من الآخرين ва шумораи андаке аз пасомадагон ҳастанд. على سرر موضونة бар тахтҳои гавҳар нишон хоҳанд нишаст. متكئين عليها متقابلين такя зада рӯ ба рӯи якдигар нишаста бошанд. يطوف عليهم ولدان مخلدون бар гирди онҳо мегарданд. барои хидмати онҳо писарони ҳамеша ҷавон ки пир намешаванд ва намемиранд. بأكواب وأباريق وكأس من معين бо қадаҳҳову кӯзаҳо ва ҷомҳое аз шаробе ки дар ҷаннат ҷорист. لا يصدعون عنها ولا ينزفون ки аз нӯшидани он сардард нашаванд ва на аз ҳуш мераванд. وفاكهة مما يتخيرون
و این خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند ولحم طیر مما یشتهون و گوشت پرنده از هر نوعی که پیسندشان باشد وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون و برای آنهاست حورانی زنان شهل و چشم مانندی مرواریدهای در صدف پنهان کرده شده جزاء بما كانوا يعملون این همه نعمت‌هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل‌های نیک است که در دنیا می کردند لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما در جنت نه سخنی بیهوده می شنوند و نه حرفی که گفتن آن گناه باشد إلا قيلا سلاما سلاما جو سخنی که سالم از این عیب‌ها باشد و به یکدیگر سلام گویند وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين و اهل سعادت چی بزرگ است مکان و پاداش آنها في سدر مخضود وطلح منضود در زیر درختان سیدری بخار و درختان موز یعنی بنان که میوه هایشان بر یک دیگر چیده شده اند وظل ممدود وماء مسكوب و سایه دائمی و آبی جاری وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و در میان میوه های فراوان هستند که نه تمام می شود و نه منع می گردد وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا و بسترهای بلند ما بیافریدیم زنهای اهل جنت را غیر آفرینشی که در دنیا بودند یعنی آفرینشی کاملی که نابود نمی شوند و آنان را دوشیزه یعنی بیکر گردانیدیم نزد شوهران دوست دارنده همسن و سال لأصحاب اليمين ثلة من الأولين همه این نعمت‌ها برای اهل سعادت است گروه بسیاری از پیشینیانند وثلة من الآخرين و گروه زیادی از پس آمدگانند وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال و اهل شقاوت آن بدبختان چی حالی بد دارند في سموم وحميم در باد گرم جهنم و آب جوشانند وظل من يحموم لا بارد ولا كريم در سایه دود سیاه که این سایه نه خنک باشد و نه با عزت إنهم كانوا قبل ذلك مترفين همانا اهل دوزخ پیش از این در دنیا در ناز و نعمت حرام بودند و سرکشی میکردند از آن چیزی که پیامبران برای آنها آورده بودند وكانوا يصرون على الحنث العظيم
و همیشه بر گناهی بزرگ یعنی شرک دوامت میکردند و نیتی توبه نداشتند از شرک و گناه. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. و می گفتند آن منکران روز قیامت: آیا زمانی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا باز ما زنده می شویم؟ یعنی به زنده شدن دوباره باوری نداشتند. أو آباؤنا الأولون. آیا پدران نخستین ما نیز زنده می شوند؟ قل إن الأولين والآخرين. بگو ای پیامبر البته همه را اولین و آخرین فرزندان آدم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بیگمان در وعدگاه آن روز معین یعنی روز قیامت جمع کرده شوند. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. سپس شما ای گمراهان راه هدایت، دروغ شمارندگان وعده و عذاب الله، لآكلون من شجر من زقوم. حتما از درخت زقوم خواهید خورد، یعنی بدترین درخت. فمالئون منها البطون. و شکمهای خود را از آن پر خواهید کرد. فشاربون عليه من الحمیم. و بر بالای آن آب جوشانه که تشنگی را نمی شکند خواهید نوشید. فشاربون شرب الهیم. و مانند شتران مبتلا به بیماری تشنگی می نوشید. هذا نزلهم یوم الدین. آن چیزی را که دوچار می شوند از عذاب ضیافت است که تیار کرده شده است برای آنها در روز قیامت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ما شما را ای آدمان از نیستی به هستی آفریدیم، پس چرا از نو زنده شدن را باور نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون. آیا شما می بینید آنچه آب منی را که می ریزانید در بچه‌دان زن؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا شما آن آب منی را به صورت انسان می آفرینید یا ما آفریده ایم؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما معین کردیم در میان شما مرگ را و هرگز عاجز کرده شده نیستیم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. از اینکه تغییر دهیم خلقیت شما را در روز قیامت و شما را به صورتی که از آن بخبرید از نو بیافرینیم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. و همانا شما خوب دانستید که الله تعالی نخستین بار شما را از نیستی آفرید، پس چرا قدرت الله را به یاد نمی آورید بر آن که او قادر است شما را دوباره خلق می کند؟ افرأیتم ما تحرثون. در آن چیزی
کیشت میکنید اندیشیده اید؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا شما میرایانیدش از زمین یا ما رایانیده ایم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر میخواستیم هر آینه آن زراعت را گیاهی خشک و در هم شکسته میگردانیدیم که از آن فایده نمیدیدید، پس در این حال تعجب کنان میگویید إنا لمغرمون البته ما زیان کرده و عذاب کردگانیم، بل نحن محرومون بلکه ما از رزق و روزی بی نصیب ماندگانیم. أفرأيتم الماء الذي تشربون آیا در آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر فرو آورده اید سوی زمین یا ما فرود آرندگانیم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر می خواستیم این آب را شور می گردانیدیم که از آن فایده نمی دیدید، پس چرا شکر پروردگارتان را بر فرود این آب شیرین نمی گویید؟ أفرأيتم النار التي تورون آیا در آتشی که از شاخهای درخت می افروزید اندیشیده اید؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا درختش را شما آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ما آن آتشی را که می افروزید خوشدار از دوزخ برای منفعت مسافران راه گذر متاع ساختیم. فسبح باسم ربك العظيم پس با پاکی یاد کن ای پیامبر نام پروردگاری بزرگت را. فلا أقسم بمواقع النجوم سوگند، یعنی الله سوگند یاد کرده می گوید سوگند با جایگاه فرو رفتنی ستاره ها در غروبگاه آسمان. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم و این هر آینه خیلی سوگندی بزرگ است اگر بدانید. إنه لقرآن كريم البته این قرآنه که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، قرآنی بزرگ و گرامی قدر و فایده آور است. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون در کتاب نگه داشته شده است که از چشم خلق پوشیده است، یعنی و این کتاب پنهان لوح محفوظ است که در نزد الله و فرشتگان منزلت بزرگ دارد. دست نمی رساند به قرآن مگر فرشتگان گرامی قدری که الله تعالی آنها را از آفت و گناهان پاک گردانیده است. یعنی و این چنین دست نمی رساند قرآن را مگر کسانی که پاک هستند از شرک، جنابت و بی‌طهارتی. تنزیل من رب العالمین این قرآن کریم نازل شده است از جانب پروردگار جهانیان.
یعنی پس آن حق است. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. آیا نسبت این کلام سستی و بی‌پروایی میکنید و به جای شکر نعمت‌هایی که الله به شما داده است شمایان آن را دروغ میبرارید و کافر میشوید؟ یعنی در این آیت این کار است برای آنهایی که بی‌پروایی میکنند به امرهای قرآن و اعتبار نمیدهند به دعوت آن. فلولا إذا بلغت الحلقوم. پس چرا هنگامی که جان به حلقوم میرسد توانایی بازگردانیدن آن را ندارد وأنتم حينئذ تنظرون. و شما در این هنگام حاضر هستید و می‌نگرید، البته نمیتوانید. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. و ما از شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. فلولا إن كنتم غير مدينين. پس اگر میتوانید این که در برابر اعمالتان جزا داده نمی شود ترجعونها إن كنتم صادقين. اگر راست میگویید آن روح را بازگردانید. هرگز نمیتوانید. فأما إن كان من المقربين. پس چون مرده از مقربان درگاه الهی باشد، یعنی از نزدیک شدگان درگاه الهی باشد، فروح وریحان وجنة نعیم. پس برای اوست هنگام مرگش رحمت و آسایش و گل خوشبوی و بهشتی پر نعمت در آخرت. وأما إن كان من أصحاب اليمين. و اما اگر مرده از یاران راست، یعنی اهل سعادت باشد، فسلام لك من أصحاب اليمين. پس گفته می شود به او سلام و امان باد به تو از جانب یاران راست، یعنی اهل سعادت. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمیم. و اما اگر مرده از دروغ شمارندگانی بحث و گمراهان راه هدایت باشد، پس او را به آب گرم و جوشان دوزخ مهمانی کنند. و تصلیة جحیم. و سرانجام او در افتادن به دوزخ است. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. البته این خبرهایی که ای پیامبر به تو ذکر کردیم همه راست و درست است. پس به نام پروردگاری بزرگت تسبیح گوی و او را پاک شمار از آنچه ظالمان میگویند. شما ترجمه معنای سوره واقعه یعنی قیامت را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 96 آیت عبارت است و این از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. کجای اگر ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را بیامرزد. آمین.